باشجو و ساکنان ناحیه نورآباد از سوختار در کوه پشته‌های این ناحیه خبر داده می‌گویند که مقامات برای خاموش کردن آن تلاش ندارند. شرح رسمی در این باره دسترس نیست. در نوارهایی که ساکنان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می‌شود خود ساکنان به خاموش کردن آتش در یک کوه مشغولند. مؤلفان ویدیو گفتند که سوختار در نزدیکی دهه زاران ناحیه نورآباد رخ داده 4 روز است که دوام دارد. در اول این هفته ساکنان ناحیه رشت نیز از سوختار در تل و تپه ها خبر داده بودند. امینجان قربانزاده یک مسئول خدمات آتش نشانی در ناحیه رشت به خبرگزاری آزیا پلاس گفته است که سوختار در منطقه سریپل شهرک غرب و دره کمراب ناحیه رشت روز 15 آگوست رخ داد. در حالی که ساکنان میگویند که سوختار تا حال ادامه دارد، مسئول اداره آتش نشانی گفته است که آتش را دوام 4 ساعت خاموش کردند. و گفته امینجان قربانزاده سبب سوختار آتش بازی بوده، علنگه آتش حدود 10-12 هکتار زمین را فرا گرفت. در همین حال بعضی ساکنان ناحیه نورآباد و رشت و رادیوی آزادی شکایت کردند که در سوختارهای اخیر خوراک چارواهایشان نابود شد. سوختار در جنگل و تل و تپه های تاجیکستان در 2 ماه اخیر زیاد به نظر می رسد. از جمله چنین سوختار آخر ماه ایول در جنگل های ناحیه دوشتیج و یا سابق ناحیه غنچه رخ داد و ساکنان آن وقت هم مقامات را به کشاکاری متهم کردند. نمایندگان آژانسی جنگل این گونه دعواها را رد کرده میگویند که سوختار در جنگل های کشور 1-2 روز زیاد دوام نکرده است. طبق اطلاع رسمی در نیمه اولی سال روان 434 هکتار جنگل در تاجیکستان به کام آتش رفته است.